میبینید دیگه از این خانه ها و از این سرکش و یه کلا معلوم میشه که بین شهر است. دوستان عزیز، شیرپور هم مثل وزیر اکبرخان یک منطقه دیپلماتیک نشین است، یا ساده‌تر بگیم برای که چهارراهی حاجی یعقوب شهر نو کابل میشه. دوستان عزیز، شیرپور شهر کابل که روبروی میره به چهارراهی صدارت، طرف پایین در جاده شیرپور ادامه داره و دو سرک دیگه است طرف وزیر اکبرخان میره، این طرف دیگه طرف چهارراهی. باز اسم از یادم رفت یکی چهارراهی قبر بود دوستان عزیز، کو دیگه جای است چهارراهی. من همیشه وقت اسمش فراموش میکنم. خب به هر صورتش شما اسمش دوستان عزیز سلام و درود نثار تمام شما عزیزان، انشالله که خوب و صحتمند باشین دوستان نهایت گرامی و روز و روزگارتان به خوبی و خوشی سپری شود. دوستان نهایت گرامی، ما یا تقریبا در نزدیک چهارراهی شیرپور شهر کابل هستیم. این جاده را که میبینید جاده خود شیرپور کابل هست که میبینید دیگه از این خانه ها و از این سرکش و یه کلا معلوم میشه که بین شهر است. دوستان عزیز، شیرپور هم مثل وزیر اکبرخان یک منطقه دیپلماتیک نشین است، یا ساده‌تر بگیم زیادتر کارمندای اداری در اینجا زندگی میکنن. سابق البته هم تو بود، حال دیگه نمیفهمم اونقدر، اما فضا و خود همین شیرپور فضا و حال احوالش بیانگر همون تو یک چیز است. خب دوستان عزیزم، تو ما با پیش میریم، طرف هم میبینیم که تلاشی بود، یا ما تو پیشتر میریم. طرف هم افغان اسپین سوپرمارکت میبینیم دوستان عزیز در تصویر. یک سوپرمارکت بسیار بزرگ است دیگه و مهمانخانه شیرپور هم در پهلویش که مهمانخانه است دیگه با کسایی که از ولایت ها میاین، از خارج از کشور میاین دوستا و کسایی هستند دیگه که در کابل اقامت دائمی ندارن، خانه ندارن، میاین چند شب دمی مهمانخانه ها میگذرانن. این هم دوستان عزیز شفاخانه امرجنسی هست، اون طرفش هم دیگه چی میشه سرک چهارراهی حاجی یعقوب شهر نو کابل میشه دوستان عزیز. جاده ها دوستان عزیز جمله جاده های زیبا و پاک شهر کابل است که حتی خط اندازیش میبینین تا مانده. البته این طرف پیاده رو نداره دوستان عزیز که نگوین مرا که چرا در پیاده رو نمیری. اینجا دیگه پیاده رو داره و باز از این طرف استفاده میکنیم. هولدینگ مسافرتی هدیتا ایران ایر the airline of Islamic Republic of Iran، شرکت سیاحتی آزین و دیگر شرکت ها را که میبینید از جمله دارن. یعنی اون دوستان از خود چهارراهی شیرپور شهر کابل
روبروی میره به چهارراهی صدارت، طرف پایین در جاده شیرپور ادامه داره و دو سرک دیگه است طرف وزیر اکبرخان میره، طرف دیگه طرف چهارراهی. باز اسم از یادم رفت یکی چهارراهی قبر بود دوستان عزیز، کو دیگه جای است چهارراهی. من همیشه وقت اسمش فراموش میکنم. خب به هر صورتش شما اسمش دوستان عزیز در کامنت ها بنویسین که چهارراهی که دست چپ است چی نام داره که از طرف شیرپور میرن. دیگر رو برویم گفتم که چهارراهی صدارت است دوستان عزیز و طرف دست راست همچنان میره به طرف چهارراهی حاجی یعقوب شهر کابل. اینجا ما لوحه زدگی است روبروی دوستان عزیز که تو برین. خب از چی میبرین دیگه؟ میبرین دست دارد تا زیرزمینی، از زیرزمینی دیگه بازم تو دیمزنگ، از دیمزنگ دیگه باز دارلمان. موقع باز دست راست دور بخورین به چهارراهی قوای مرکز و دست چپ به ده افغانان کابل. این طرف هم دوستان عزیز سفارت جمهوری اسلامی ایران هست، کشور همسایه ما که در سمت غرب افغانستان موقعیت داره. آن اون صف میبینین، اون صف به خاطر عزیز که مردم ویزا میگیرن و درخواست به ویزا میتن. اون صف همون خاطر است. مردم صبح وقت حاضر شدن به خاطر ویزا گرفتن به این سفارت. جاده شیرپور دوستان عزیز از بهترین جاده های شهر کابل است. بسیار واقعا جاده خوشم میاد، اما یکی صبح باشه یا یکی هم طرف های دیگر، یعنی بعد از شاش طرف های ساعت 4 بجه یا 5 بجه در غیر از او آفتاب مستقیما بالای سر آدم میزنه، خصوصا اگه تابستان باشه جگر آدم خون میکنه. این طرف هم دوستان از شرکت های سیاحتی است، خرید فروشی است که بعضی هایش باز هستن و بعضی هایش هم نه، یعنی هاشون مثلا باز هستن که نمیفهم برقشان نیست یا چی، تمام برق ها و گروپ هاشون خاموش است. خب دوستان عزیز، امیدوارم از ویدیو خوشتون آمده باشه، ویدیو لذت برده باشین، ویدیو را لایک کنین، در کانال همچنین سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همتون به الله متعال پاک و بی‌نیاز میسپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همتون.